سلام بچه‌ها، خوش اومدیم به یک ویدیو جدید و امروز اومدیم برای گیم روم داخل کومیت. داخل اینجا حالا بچه‌ها اینجا ما رومون رو آوردیم بالا. ببینید وسایلام هنوز چیده نشدن، نصفشون موندن دیگه. هیچی، بریم واسه ادامه ویدیو. تریاک فروش صدام کردی یه واشکی نگام کرد. تریاک فروش صدام کرد یه واشکی. بچه ها این ریسه RGB حالا اینجا مرتب میشه. اینا رو ببینید اینجوری تیمیمو اینم میاریم. اینم باتوم لایت. حالا دیگه چوب نرفت دیگه. این یه RGB یک کنترل بستش. آره تو یه لپتاپ گیمینگ، نسبتا گیمینگ که این نسل پایینه دیگه. اینم وصل کردم نمیشه بیاریم پایین. اینو میتونیم بیاریم پایین. این خیلی خوشگل شد. داخل شب روشنش کنیم. اینم میارم دیگه. تمام. با این لوح سابسکرایب کنید اگه تا حالا سابسکرایب نکردید. همین الان برید چنلمون رو سابسکرایب کنید تا به ویدیوهای جدیدمون برسید. من برم اینو بکنم و بیام. بچه اینجا سیم کشیشو انجام دادیم. ما میام اینجا 4 تا یه سراحی داریم، 4 تا پریز برق بهمون میده. از اینجا هم آوردم، از اینجا کشیدم سیمش، اینجا آوردم، از اینجا هم آوردم بالا دیگه. بریم ریسه ها رو نصب کنیم. از اینجا به بعد خودم دیگه فیلم میگیرم. تریاک فروش صدام کردی یه واشکی نگام کرد. تریاک فروش صدام کرد یه واشکی نگام کرد. میدونست که بریم ریزرد روشنش کنم. داخل تاریکی چشمم کور میشه. قدیم داره ریسه های تگرنگ وایرلسی هم هست. ببینم اصلا کار میکنیم. وایرلسی های مرزی دارن، زود قد میشن. به شدت زیاد بیب اینجا رو سانسور میشه. حالا این شد. این داخل شب نگفتم. من اینو اینطوری گذاشتم که یه نور اینجوری بده به این دیوار روبروی. کجش میکنیم اینجوری. حالا این شد. اینم لوح. این
خیلی قشنگی. ببینید اینم یه پتو میاد اینجا، اینم میپوشونه اینجوری. حالا بریم داخل اینجا. یه پتو هم میخوایم، یه لپتاپ هم بیاریم. بریم واسه بازی کردن GTA. جا دیگه ماوس ارزون نخریدم اصلا. من اینو آوردم کاستومش کردم، خودم ازش استفاده میکنم دیگه. هر رو میزنم. بریم واسه یکم ببینیم من چه مودایی دارم داخل GTA و چیکارا کردم باهاش دیگه. بچه های گله توی خونه همه از چالش 24 ساعت نه از این چالش ها میگن موشه، نمیدونم از این چالش ها بدشون میاد. من راحتم اینطوری. این هم زیرم روی اینجا و اون موقع با وبکم لپتاپ رکورد میکردم چالش ساخت اتاق گیمینگ زیر میز کار. با وبکم لپتاپ رکورد میکردم. اون موقع ها میتونستم رکورد بکنم. وبکم خوب نداشتم، الان وبکم خوب دارم نمیتونم رکورد بکنم. الان ما F3 رو بزنیم میام اینجا. اینو واسه میاد. این مودل زیادی ریختم تو این ویدیو، جا نمیشه بهتون نشون بدم. میام اینجا یه ماشین خوب برمیداریم. چه میدونم ببینید این تویتا ریختم توش. ما خودمون به زبان خوردی بهش میگیم تویتا کالسکه. ببینید اینه بهش میگن تویتا کالسکه. ببین یه جوری کوهارو میبره بالا. اینو واسه برادرم ریختم، واقعا خوبه. یه شتابی داره، بوستشون فعال داره. پارک ببینی عشق کنی. بیا یه پارسی یه 405 بیاریم. بر پدرت لعنت.یم داخل ترینر میلیونه. رادیو چه میگه؟ گرمی. اینجا ما شوتیش بکنیم. مادر رو خودش مرد.
انشاءالله چه بازی النصر و پرسپولیس هر کی دیده داخل کامنت‌ها بهم بگه. واقعا بازی خوبی ولی رونالدو نمیدونم واسه چی بازی نمیکرد. یه چیزی بهش داده بودن. رونالدو که اینجوری بازی میکرد. چهارصد یه چیزی شست گاز میخوره نمیره. فرمون نداره. یه پژوی 504 هم داریم خوشگل. یه چیزی بهتون نشون میدم. این ماشین هر کی دونست به زبان کردی این ماشین چی میشه از من نه کردانه فارسا. این ماشین به زبان کردی چه بهش میگن فارسا نه کردا. رفیقای خودم نمیذاره اینو بگم. به زبان کردی به این ماشین چی میگن؟ هر چی بگه من اون روز انجام میدم، به جز ریختن پول داخل کارت و اینجور چیزا. هر چی بگه هر چی. این ماشین بهش چی میگه؟ اگر هم دوست داری بدونی من چطور مود میریزم داخل بازیم بهم بگید داخل کامنت ها. این 504 اصل فرانسه اومد. بزن کنار چپ کرد. چپ دیگه ما اینجا راحتی ما خودمون هیچکی نیست اینجا. بزن برکو یه تستی هم میکنیم اینجا. ببینید نمیره بالا این. یه تستی میکنیم ماشینای خارجی بهترن یا ماشینایی که داخل ایران. میدونم ایرانی نیستن ولی یا ماشین داخل ایران. ماشینای داخل ایران، این ماشینی که من الان میارم داخل ایران کم است. این ببینید خیلی قشنگ و ماشتی. هیچی واسه مهم نیست. این ماشین هیچی واسه ازداره نداره. اینجا یکم بده. یک راحت ترمزم گرفتم رفت بالا. یه حرفی واسه زدن میمونه. یه جایی هم گیر میکنه ولی این ماشین میره. ببینید ماشین برو چیزی رو نمیتونه دیگه. موتور 4.5 روشه دیگه. طبقه بالا اومدن نباید نباید داشته باشه. این همه چیو میره. وحشی سند فقط سویچ. جایی که اینو میدونن براتون فهمید معنی چیه. سند فقط سویچ. این وحشیه. یک جای دیگه هم بریم والا. این همین جا وای میسیم. میام پایین بریم فورد اونا رو بیاریم. فورد کو آفرود. این ماشین 6 چرخش. ببین ماشین 6 چرخ برام میاره بدون هیچ تقلب و اینجور چیزا. اینجا هم ترمز میکنه مثل اون که نامردین. سمین الان داره گیر میکنه. ماشین 6 چرخه داشت. ببین
ببین که میاره، اینجوری نیست، مثل اون نیست. نه اینجوری، نه ببین رفت، فقط به سنگینی، یعنی بنز جیکلا، بنز هست، بنز. ببینید داخل بازی هم مثل ماشین. خدا حافظ.